مرد حسابی چه خبرت در کندی؟ اومدم برق قطع کنم. برق گور بود که میخوای قطعش کنی. برق کجا بود؟ یه دقیقه برق میزنم در بزن تو دوباره برق بزنم. اما تو اینقدر اصلا حالت خوب نیست از خدا. طرز حرف زدن الان درستت میکنم. هیچ غلطی هم نمیتونی کنی. درستت میکنم. یه عروسی راه بندازم به من میگن ناقره کوچیک. کنه بیای گازلمون رو درست کنی تو. اما ما ایسو برق نگازیم. آیا همین سرتون رو نخوره. این برق ما کی میاد؟ 40 دقیقه وایسی اومده. او چه خبره؟ 40 دقیقه وایسی تا بیا کمه. آیا همین تو سردر اداره برق. آقای محترم بوخ دیگر راستی تا اینجای برق کی میره؟ برق ده خدا رو شکر نمیره، فقط روزی 2 ساعت میاد. خبرتون بیا. صاحب درستتون میکنم. چه خبرت نکنه اونی برق قطع کنی؟ اومدم ستونه بچینم. برای چی شما پول اون ندیدیم نه برق؟ تو که پول اون نمیدی معلومه پول برق هم نمیدی. سه برق دوزی ساین کنتور آبا چون تو چه آباس برو بگو سباق ببینم. جیگر دیشو ترانس ما رو بردن. ترانس منم با این سیبیلم 10 بار تا توی منطقه می‌خواستم ببرنم. مطمئنی در مورد برق حرف میزنی؟ واسه ما فاز 8 برق نداریم. میشه خودم وصلش کردم. خب اما اصلا ستون نداریم. اونجا برق که میره با ستون و کابل میره. یعنی میخوای بگی ما دوزیم؟ شما زرنگی. گوشیم کو گوشیم کو. ای فاز بود. بعد فاز بود. اداره برق درک پشو